قصه ابراهیم ادهم میگوید. ابراهیم ادهم وقتی درس میگفتن یک آدم میبیاد و میگفت که سگی من بهتر از یا ریشی تو میگفت. در ریشی ملاها چقه بعضی آدم ها ریشی من بهتر از یا سگی من بهتر یا ریشی تو میگن که اگر این ریشی من به دوزخ میدر آمده باشد سگی تو بهتر است، چون که سگ ها روز قیامت مبدل به خاک میشن، حیوانات همش. ابراهیم ادهم میگن که اگر این ریشی من به دوزخ میدر آمده باشد سگی تو بهتر، چون که سگی تو خاک میشد. دیگه اگر ریشی من به جنت میدر آمده باشد در این حالت ریشی من بهتر، چون که سگی وای خاک میشد ریش به جنت میدارد. اگرچه آدم بی ریش میدارد به جنت، لیکن مراد از ریش صاحب ریش کن، مراد از ریش صاحب ریش. الله تعالی وقتی که اهل جنت به جنت میبرند میگه در حالتی بی ریش، در حالتی ختنه ناکرد، در بعض روایات در سن 33 سالگی. الله تعالی داناتر است برای چی این خیلی خواسته است، شاید همین برای در جنت مناسب باشد، الله اعلم. ولی این جواب ابراهیم ادهم همین خیلی است. بله منافق ها، دین بدبین ها همیشه اهل علم رو میخواستند در بین مردم شرمنده کنند. یگان چی میگفتن تا اینکه بسیار کوشش میکنن از قدیم الایام تا حاضره تهمت ها میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم جادوگر گفتن، آدمایی که به مکه میدارند گوش نکنید تو سحر میکند، فرزند تا آورده میتی، زن تا آورده میتی، پول و مالات آورده میتی، گوش نکن. گفته آدم های مجبور میکردن حاجی های و گوشاشون پخته مانند. لیکن الله تعالی این دین نصرت میده. 1400 سال گذشت، پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاده از میلیاردها هست، 2 میلیارد، و در طول تاریخ میلیاردها مسلمان ها گذشت. اونا بسیار کوشش میکردن که پیش راه دین گیرن. بنابراین شرمنده کردن و مسخره کردن و تهمت کردن ها که پیش دین گرفته نمیشه. الله متم نوره، الله تعالی این نورش مکمل میکنه. ولو کره الکافرون، اگرچه کافرها بد بینن، اگرچه کافران نخواهنم این دین با عز عزیز و ذل ذلیل و تمام گوشه دنیا میره. این دین الله تعالی عزیز ببین، دین الله است. با من نکنه با شما نکنه با وای آدم دیگر، دین الله تعالی نصرت میده. بنابراین دشمنا همیشه بینیشان به خاک مالدگی هست انشاءالله.